الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که واجبات وضو را به ما بیان نمایید. اولا باید بفهمیم که فرض و واجب هر دویش یک چیز است. وقتی که ما فرض وضو را بیان میکنیم، همین واجبات وضو را بیان کردن است. بین فرض و بین واجب و بین رکن هیچ فرق وجود ندارد. خیلی که در مسئله وضو علما ذکر کردند و این در نزد جمهور علما است، خلاف مذهب ابو حنیفه رحمه الله. پس واجبات وضو یا که فرض وضو یا که رکنهای وضو، علما میگویند 6 تاست و بعضی از علما 7 تاست میگویند و 4 تای این به یعنی 4 فرض طهارت یا که واجب یا رکن طهارت به اجماع تمام علما هست. هیچ اختلافی نیست که در سوره مائده آیه 6 آمده است: و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم الى الكعبين. یعنی وقتی که اراده ادا کردن نماز خواستید، یعنی وقتی که میخواهید که نماز بخونید، اول رویتون رو بشویید. یعنی این فرضی رو الله بیان کرده است، رویتون رو کاملا بشویید که ما مفصل این مسائل رو در گروه علم فقه بیان کرده ایم. و بعد از این دست رو با همراهی آرنج بشویید. دوم، سومش ماسک کشید به سر کاملا. چهارمینش پایهای خود رو بشویید، یا که اگر ماسی پوشیده باشید میتونید که ماسک بکشید، یا که نسکی یا که ماسی. بارک الله فیکم. این 4 فرض و واجب و رکنی وضو که به آیت ثابت شده است و علما میگویند به ترتیب انجام دادن، یعنی چگونه که در قرآن ترتیب آمده است همین ترتیب رو انجام دادن. اول روی، بعد دست، بعد ماسک کشیدن سر، بعد شستن پای. به ترتیب انجام دادن هم فرض است. ترتیب رو ویرون نباید بکنید. وقتی که به ترتیب طهارت کردید، طهارت نیست، فرض طهارت تر شد. و ششمینش میگن موالات، پای در پای شستن. یعنی وقتی که روی رو میشوید باید شما دست رو هم بشوید. بعد از شستن روی شما مثلا به دیگر کار مشغول نشوید. یعنی یک اعضای وضو رو شسته به دیگر کار مشغول شده بعد دیگر اعضا رو نه، بلکه پای در پای بشید. وقتی که به طهارت سر کردید، از اول طهارت تا آخر طهارت در یک وقت انجام میدید. این رو موالات میگن، یعنی پای در پای کردن طهارت. یعنی اعضای طهارت رو پای هم دیگر شستن. نیمی وضو رو کردن، نیمی دیگرش رو بعد از 1 ساعت نکردن، بلکه همه اش رو در یک وقت کردن وضو. و امام احمد هفتمش رو میگن یکی از واجبات و که فرض وضو این گفتن بسم الله است، که البته قولی راجح بسم الله این سنتی مؤکد است. گفتن بسم الله سنتی مؤکد است. این بود واجبات و فرض و رکنهای وضو. بارک الله فیک.